سلام، من مریم امیری هستم. به کانال آشپزی خودتون خوش اومدید. دوستان بیایید ببینید چه خبره. یه دسر خوشمزه با توت فرنگی و نعنا. عطرش همه این فضا رو گرفته. نگم براتون درست کردنش انقدر راحته، کلن شاید بیشتر از 1 ربع وقت شما رو نگیره و بسیار لذیذه. الان که فصل توت فرنگیه حتما درستش کنین. بریم. خب برای درست کردن این دسر خوشمزه اول از این توت فرنگی های جذاب شروع میکنیم. توت فرنگی ها رو باید کاملا ریز و نگینی خوردشون بکنیم. بعضیا برای این دسر توت فرنگی هاشونو به صورت درسته یا حلقه شده استفاده میکنن، ولی وقتی ریزه، حالا توی ادامه کار میبینید که این توت فرنگی ها با کرمی که درست میکنیم مخلوط میشن. وقتی که ریز باشن قشنگ مزه کرم رو جذب میکنن و عطر و بو و مزه توت فرنگی هم به کرم منتقل میشه و یک نتیجه فوق‌العاده رو ما خواهیم داشت. کاملا به این حالت توت فرنگی ها رو خورد میکنیم. برای شستن توت فرنگی حتما بذارید 1 ربع 20 دقیقه داخل آب سرد بمونه توت فرنگی، چون معمولا مقدار زیادی خاکی شنی چیزی این لابلاها میمونه و این یه خورده خارج شدنش زمان میبره. باید حتما توت فرنگی رو 1 ربع 20 دقیقه داخل آب سرد بخیسونید. بعدم که توت فرنگی رو خواستید بشورید با دست توت فرنگی رو از روی آب اول جدا کنید، چون اون شنا و اون چیزای ناخالصی ها و کثیفی هایی که داره همه میره زیر آب میشینه. نباید سبد رو به طور یک دفعه برگردونید که اونها دوباره با توت فرنگی برگرده. توت فرنگی ها رو بذارید قشنگ آبش بره، خیس نباشه، آبکی نباشه و بعد به این حالت خوردشون کنید. خب بعد از خورد کردن توت فرنگی ها میخوایم بیسکویتی رو که داریم پودر کنیم. ببینید این بیسکویت های پوتیبور که همه باهاشون آشنایی دارید یک طعم بسیار ملایمی دارن و همینطور درصد چربی توی این بیسکویت ها بسیار مناسبه و برای انواع دسرهایی که به این سبک درست میشن فوق العاده هستن. یعنی کیفیتشون خیلی خیلی عالی و خیلی خوبه. من از این بیسکویت استفاده میکنم، ولی معنیش این نیستش که اگر این بیسکویت نبود شما از بیسکویت های دیگه نتونید استفاده کنید. هر بیسکویتی که در دسترستون هست به شرطی که درصد چربی و کرش خیلی بالا نباشه شما میتونید ازش استفاده بکنید. خب فقط بهتره که شکلاتی نباشه. طعم و مزه این دسر با بیسکویت وانیلی خیلی بهتره. کرم دارم نباشه، یه بیسکویت ساده باشه. بیسکویت رو کاملا پودرش میکنم. خب ببینیم بیسکویت پودر شد و آماده. خالیش میکنم داخل یه ظرف مناسب، میذارم کنار دستم. خب این از بیسکویت، این از توت فرنگی، اینا رو بذارم این طرف و حالا میخوایم اون کرم خوشمزه رو درست بکنیم. برای درست کردن کرممون هم آرد داریم هم نشاسته ذرت. خب ولی این نشاسته ذرت و آرد باید سرپر باشن. اندازهشون 1 قاشق سوپخوریه. حتما از قاشق‌های مخصوص اندازه‌گیری استفاده بشه. ببینید قاشق‌های مخصوص اندازه‌گیری که بزرگترینشون میشه قاشق سوپخوری. منظور قاشق غذاخوری و اینها نیستش. برای اینکه روی اندازه‌گیری ها به مشکل برخورد نکنید یه ویدیو دارم توی همین کانال که نحوه صحیح اندازه‌گیری با قاشق‌ها، با پیمونه‌ها و با ترازو دیجیتال و همینطور با پارچه‌هایی که برای مایعات هستن براتون اونجا کامل توضیح دادم.
خودم لینکشو میذارم آخر این ویدیو، حتما این رو ببینید. خب شکر رو هم اضافه میکنم بهش، اندازه ها به طور کامل هم براتون زیرنویس میشه دوستان، هم در کپشن نوشته شده. حالا اینا رو هم میزنم با هم تا شکر لابلای ذرات آرد و نشاسته ذرت نفوذ کنه و وقتی که شیر رو میریزم گلوله نشه. بعد حالا شیر رو بهش اضافه میکنم، اما کم کم. شیر حتما باید خنک باشه. اگر شیر گرم باشه قطعاً آرد و نشاسته اینجا توی این مرحله گلوله میشن و کارمون خراب میشه. شیر رو که ریختم یک کمی هم میزنم و حالا میتونم منتقلش کنم روی حرارت. یعنی زمانی که شما مطمئن شدید آرد و نشاسته حل شده، بعد میذارید روی حرارت. بریم که بذاریمش. خب گذاشتمش روی حرارت و هم میزنم. نکته مهم اینجاست که باید به صورت مداوم هم بزنید، چون داخل این شیر هم آرد هست هم نشاسته ذرت و هر دوشون اگر هم زده نشن به سرعت ته‌نشین میشن و زمانی هم که ته‌نشین میشه دیگه کرم گلوله میشه و اون کرم یک نواخت رو ما نخواهیم داشت. دقت کنید شما ظرفتون رو روی شعله مناسب بذارید. اگر شعله زبونه بکشه و از اطراف ظرف بالا بیاد، این اصلا اتفاق خوبی نیست و پخت یک دست و یک نواخت و خوبی رو به ما نمیده. ترجیحاً اگر از سسپن استفاده کنین، ظرفایی که مخصوص درست کردن سس و کرم هستن خیلی بهتره. اگر جنسشون استیل باشه که دیگه عالیه عالیه، چون این ظرفا کفشون حالت سلایه داره، حرارت رو یک نواخت پخش میکنه و به خاطر جنسش که استیله هیچ تأثیر منفی روی رنگ کرممون هم نداره. ببینین دوستان بعد از چند دقیقه آروم آروم شروع میکنه به غلیظ شدن. من اینطوری میخوام این حالت چیکه کردنش رو به شما نشون بدم. ببینین غلظتش رو و دیگه تقریبا جوش اومده. حالا باید یه ذره بیشتر روی حرارت بمونه. الان تو این مرحله دیگه باید حرارت رو قشنگ کم بکنیم. خب و من کمترش کردم. وقتی کمش میکنیم بازم مداوم هم میزنیم و با حرارت کم یه چند دقیقه دیگه هم باید بمونه تا بوی خامی آرد و نشاسته از بین بره و نشاسته و آرد کاملا داخل این شیر و مواد پخته بشن. ببینید زیادم طول نمیکشه، در حد 2-3 دقیقه کافیه براش. الان یک کمی دیگه میخوام غلیظ‌تر بشه. خب الان دیگه زمانیه که من میخوام این رو از روی حرارت برش دارم. غلظتش رو ببینید، شبیه یک ماست کاملا غلیظ میشه. خیلی خوب، از روی حرارت برش میدارم. زمانی که از روی حرارت برداشتیم بعد بلافاصله کره رو بهش اضافه میکنیم. این کره هم میزنم با گرمایی که داخل مواد هست. این کره ببینید شروع میکنه به باز شدن و ذوب شدن و یک دست مخلوط شدن با موادمون. و وانیل رو بهش اضافه میکنم. اینم وانیل. دوباره خوب هم میزنم. همینطور با هم زدن وانیل و کره رو قشنگ مخلوطش میکنم و همین که باعث میشم که یه مقدار دمای مواد به این حالت بیاد پایین. یه کمی که دما اومد پایین یعنی بعد از 2-3 دقیقه دیگه ما میتونیم خامه رو اضافه بکنیم. خامه ای که اینجا من استفاده میکنم خامه صبحانه است، یعنی خامه قنادی و شیرین شده و اینها نیستش. خامه‌ایه که برای صبحانه استفاده میشه و برای آشپزی و سوپ و اینها هم از همین خامه استفاده میشه و به راحتی توی همه سوپرمارکت هم که در دسترسه. هم میزنیم کاملا خامه باز بشه و هیچ گلوله‌ای از خامه باقی نمونه. ببینید الان کاملا یک دست شده و حالا موقع اضافه کردن توت فرنگی هاست. من الان تو این مرحله توت فرنگی ها رو اضافه میکنم. این هم از توت فرنگی های نگینی خورد شده
توی این فصل که توت فرنگی فصلشه و در دسترسه، من پیشنهاد میکنم حتما این دسر خوشمزه رو درست کنید. اگر که میخواید یه خورده سالمتر باشه و اینها، میتونین مقدار خامش رو کم بکنید ولی حذفش نکنید. بسیار لذیذه، همونطور که میبینین درست کردنش هم خیلی آسون و راحته. خب کرممون آماده است، بریم مرحله بعد. مرحله اول میام از این بیسکویت پودر شده میریزم کف لیوان ها و اینو باید توی لیوان یا توی ظرفی که شیشه‌ای باشه که لایه هاش دیده بشه بریزیم و توی همون ظرف هم سرو میشه. پس بنابراین انتخاب این ظرف مهمه که چی باشه. خب بعد از این که این کار کردیم، حالا این کرم رو که نباید سرد شده باشه و هنوز گرماداره رو میریزیم رو. شما وقتی که سرد بشه میبنده، سفت میشه، غلیظ میشه و بعد دیگه اونجوری که ما میخوایم راحت نمیتونیم پخشش کنیم داخل لیوان و یک دست نمیشه. یه عطر و بوی اینجا پیچیده، عطر وانیل و توت فرنگی و اینها فوق‌العاده است. با توت فرنگی دسرهای خیلی زیادی میشه درست کرد، انواع چیز کیک ها، انواع کیک ها و خیلی موارد دیگه، حتی انواع نون ها. منتها من سعی کردم که یه دسر خیلی راحت رو انتخاب کنم که شما هم بتونید به راحتی درست کنید، ابزار و امکانات خاصی لازم نداشته باشه تا همتون بتونید این دسر خوشمزه رو درست کنید. خب اینم لایه این و روشو دیگه تا بالا از کرم و مخلوط توت فرنگی دوباره پر میکنم. حالا ممکنه شما دوست داشته باشید لایه بیسکویت یه ذره کمتر باشه، خب میتونین کمتر بریزید، کرم بیشتر باشه، یا برعکس. چند تا ضربه میزنم که صاف بشه سطحش و دوباره سطح همشون رو با کرم پر میکنم. دقت کنید، مراقب باشید به لبه های لیوانتون مالیده نشه، چون این ظرف عوض نمیشه و دیگه با همین ظرف دسرتون باید بره برای سرو. برای تزیینش هم از یک کمی پودر کاکائو یا پودر شکلات استفاده میکنم. سعی میکنم روشو بپوشونم. حالا خیلی هم میخوام تیره نشه روش و بعد توت فرنگی میذارم روش. ببینیم کدوم قشنگ تره. فکر کنم این بد نیست. به این شکل حالت باد بزنی برش میدم توت فرنگی رو و یه توت فرنگی اینجا میذارم. کنارشم از برگ نعنا استفاده میکنم. عطر و طعم نعنا هم توی این دسر فوق‌العاده میشه کنار توت فرنگی. یکی دیگر رو هم درست کنم که ببینید. خب نکته اصلی و مهم اینجاست که شما باید تو این مرحله دسرتون رو بذارید داخل یخچال و حدود 3-4 ساعت باید توی یخچال بمونه و بعد دیگه آماده میشه نوش جونتون.